با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. حوادث اخیری که در منطقه و خاورمیانه میگذرد واقعا یک حادثه نگران کننده است. ما از طریق واسطه اخباری و شبکه اجتماعی اطلاع میگیریم که چگونه نزاع یا جنگ بین اسرائیل و ایران ادامه دارد. در این نزاع، در این جنگ برای مردم ایران سربلندی، پیروزی، صبر، ایستادگی و مقاومت بر ضد این اهریمن، این دشمن عصر یعنی اسرائیل را تمنا داریم و از درگاه خداوند خواهانیم که ایران در این امتحان واقعا سنگین، در این نزاع پیروز و کامیاب شود و صلح و آرامی در دنیا و منطقه برگردد. وقتی که این گونه حادثه ها با وجود می آیند، ملت های آگاه، ملت های بیدار و واسطه اخبار عامه کشورها، شما توجه کرده باشید، این را به مطالعه می گیرند، می آموزند، برنامه ها تهیه می کنند و نکته های مهمی این حوادث را می آموزند که آن در آینده از آن بتوانند به نفع خود، به ملت خود، به کشور خود در هنگام سر زدن این گونه نزاع ها، این گونه حادثه ها از آن درس و عبرت گرفته باشند. در این صحبت من کوتاه به سه نکته اشاره میکنم که واقعا این جنبه ها را باید آموخت و روی این جنبه ها کار کرد. البته این اندیشه شخصی من است و دیگرها میتوانند در این زمینه ها اندیشه دیگر داشته باشند. نکته اول، وقتی یک کشور بالای کشور دیگر صورت حمله میکند یا تجاوز میکند، مردمان این کشور نابسته که در کدام حزب هستند، در کدام گروه هستند، مخالف هستند و موافق هستند، یک تن باید از کشور خود، از ملت خود و از سرزمین خود، از تمامیت ارضی خود دفاع کنند و در کنار دولت بایستند. وقتی که یک کشور بالای کشور شما حمله میکند، یک کشور خارجی، او با خواسته های خودش اگر که پیروز شد، با خواسته های خودش حاکمیت میسازد، با خواسته های خودش عمل میکند و تمام منافع انسانی و تمام منافع ملی و انسانی و شهروندی شما را زیر پای میکند و من بعد هر کاری میکند که به نفع خودش انجام شود. و ما این سناریوها رو در لبنان، عراق و سوریه دیدیم که بعد دخالت خارجی یا جنگ از بیرون تا حال نتوانستند حکومت‌های را بیارند که از نظام‌های قبلیشان بهتر و خوبتر باشد و به نفع ملت و همون سرزمین باشد. البته هر کشوری غاصب، هر کشوری تجاوزگر وقتی بالای یک کشور دیگر حمله میکند، این را نباید فراموش کنیم که اون در آینده تنها و تنها منافع خودش را پیاده میکند. اختلاف‌ها، آن دیگرگونی‌ها، آن نظر دیگر داشتن با نظام و حکومت یا هر کشور، این کاری باید همون ملت باشد، همون مردم باشد که خودشون بین خودشون حل و فصل کنند. در صورت دخالت اجنبی خارجی، این هیچ وقت شما طول تاریخ رو ببینید به نفع آن ملت، بر نفع آن کشور انجام نشده است. نکته دوم این است که ما در عصر 21 زندگی میکنیم. همواره این گپ رو میگیم که این عصر تکنولوژی است، این عصر پیشرفته است و همواره گفتیم که دانش قدرت است. چرا؟ چون ببینید اسرائیل در اولین روزی که بالای ایران حمله کرد، اولا عالم‌های آنها را از بین برد، دانشمندان آنها را ترور کرد. چرا؟ چون عالمان و دانشمندان واقعا قدرتی این ملت هستند و ما هم باید تلاش کنیم، عالمان ما، دانشمندان ما و نسل امروزی ما، که از علم‌های زمانوی، از علم‌های امروزه ذره حتی ثانیه عقب نمانیم، آنها رو بیاموزیم، از مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، اینستیتوت‌ها واردی تجربه‌گاه‌ها کنیم، وارد لابراتوری‌ها کنیم و آنها رو به تکنیک و تکنولوژی تبدیل بدیم که تا بتوانیم از این تکنولوژی‌ها نه به خاطر هجوم بالای کشور یا ضربه زدن بالای کشور، حتی بتوانیم از خودمون دفاع کنیم. در این عصر این حرفی که ما یک ملت تمدن آفرین، ما ملت صلح دوست، ما با کسی کار نداریم، ما با سیاست جهانی دخالت نمیکنیم، ما بسیار بچهای خوبیم، دنیا به این نظر، دنیا امروز به این دیدگاه نگاه نمیکند. کشورهای قدرتمند به این دیدگاه نگاه نمیکنند. هر جایی که منافعشون پیاده نشد، شما هر چند که بچه خوب باشید، اونجا میان منافع خودشون رو پیاده میکنن. این که شما میخواهید نمیخواهید این نزاع رو، این که شما میخواهید نمیخواهید این حرفا رو، یعنی همون قدر قدرتمندی باشه، همون قدر شرافت داشته باشه که در همون لحظه بتونی از منافع ملت، از کشور خود دفاع کرده باشه. و این تنها و تنها با دانش‌های معاصر، با آموختن معاصر و گفتم که همون عالمان و دانشمندان قوی هست که این علم‌ها رو از داخل کتاب‌ها، از نظریه‌ها بیان در عمل تطبیق کنن، حداقل بتونن از همون حریم هوای کشور خود دفاع کنند. شما ببینید که چقدر بیناهای زیبا ساخته می شود، خیابان‌های زیبا می شود، گل و گلکاری می شود، ولی توجه کنید که در یک لحظه و در یک ثانیه و در یک دقیقه بازدن یک موشک هم این از بین می رود. پیش از
ساختن این گونه بیناهای زیبا، این گونه خیابانهای زیبا، ما در فکر دفاع آن هم باشیم. شاید بسیارا میگن که ما با نیزا همراه نمیشیم، با سیاست جهان کار نداریم. سیاست یک قاعده دارد. شما اگر به سیاست کاردار نشوید، یک بچه خوب باشید، سرتون خم کنید روید، سیاست با شما حتما کار میگیرد. سیاست حتما با شما کاردار میشود و دولت ها هم همین طرف همین خیال هستند. وقتی شما میگید ما یک دولت بی‌طرف هستیم، ما با جنگ و نیزا کار نداریم، ما یک کشوری صلح دوست و آرام و وحدت سرا هستیم، دنیای امروز به این چیز کار ندارد. و یک چیز دیگر هم هست که در دنیای امروز با چنگ و دایره و رباب و رقص و موسیقی نمی شود از ملت، کشور و منافع خود دفاع کرد. با افتخارهای پوچ، با گذشته بزرگ و با فلان نمی شود. مخصوصا ببینید همین ایران، یعنی تمام فرهنگ و تمدن در یک طرف است، زبان و فرهنگ و تمدن قوی در یک طرف است و ان همون موشک های ساخته، ان همون راکت های ساخته، ان همون دانش های کنها هم قدمی زمان شدن و آموختن و ساختن، در همین لحظه ها از منافعشون حداقل ساعت ها از شرافت و کرامتشون دارن دفاع میکنن. این نکته دوم است که روی دانش، روی علم جدا کار کنیم و بدانیم که در این عصر دانش های واقعا کشورها رو قدرتمند میکنن. نکته سومی که روی اون خیلی باید ما اهمیت بدیم، این جنگ های اطلاعاتی است. ما میبینیم که در همین نیزای اخیر چگونه روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و یعنی یک اینستیتوت ژورنالیستی چقدر فعال میشود و چقدر از منافع کشورشان دفاع میکنند. و ببینید که این اینستیتوت چقدر عمل میکنه، این شبکه‌ها، این خبرگزاری‌ها. البته یک چند نفر بلاگرها هم هستن، ولی نمیشد روی اون بلاگرها، اون نفرانی که یک روز به قول لباس ملی ترغیب میکنن، روز دیگر خودشان لباسی به قول خودشان البته لباسی فرهنگ بیگانه را پوشیده و اشوه و ناز میکنند و شعر و رقص و سرود میخونند، گاه گریه میکنند، گاه خنده میکنند، گاه میان با یک فرهنگ بد در پیش دوربین طعام میخورند، گاه یک کارهای میکنند. نمیشه در این لحظه ها که برای کشور گفتم که یکی از نکته های مهم که جنگ اطلاعاتی است، روی اینها تکیه کرد. شما همون خبرنگارا یا تلویزیونی یا شبکه‌های را ببینید سالها با این فعالیت ها مشغول هستند. یعنی سالها همچون سیاست است، اقتصاد است، نیزاشناسی است، با کارشناسان صحبت میکنن. حالا شما ببینید شبکه‌های دنیا جهان چقدر کارشناسان را دعوت میکنن، هر یک نکته را میآموزند، ساخت این راکت ها را میآموزند، ضربه زدن را میآموزند، حرکت مردم، حرکت چوبای نجادی، فلان دقیقه چگونه این مردم عمل کرد، تمام اینها را زیر ذره بین میگیرن، میآموزند تا در آینده در این گونه حالات از آن استفاده کنند و آنها را در نقشه استراتژیک کشور خود وارد کنند. از این لحاظ برای جنگ اطلاعاتی داشتن یک اینستیتوت خیلی قوی ژورنالیستی که در آنجا ژورنالیستان، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران واقعا هم دانشمند باشن، خیلی و خیلی برای هر کشوری ضرور است و روی این نکته هم باید توجه کنیم و ببینیم که در همین لحظه ها جنگ اطلاعاتی چگونه صورت میگیرد. از روزی که این نیزا شروع شده است، کارشناسان باید گرد هم جمع می آمدن، صحبت میکردن، میفهموندن که خب ما از کدام زاویه به این اخبار نگاه کنیم، از کدام زاویه به این نیزا نگاه کنیم. به اطلاعاتی و به آگاهی برای یک کشور به اندیشه ما این خوب نیست. یعنی همواره اطلاع درست، اندیشه درست و پیام درست به مردم رسانده بشود، چون این درگیری ها در منطقه ما صورت میگیرد و نه تنها در منطقه ما، در کشوری اجدادی ما، در کشوری بگیم باباهای ما به مثل فردوسی و حافظ و سعدی و اینها و این بزرگان صورت میگیرد، خیام اینا صورت میگیرد. نباید ما در این نیزه ها بی‌طرف باشیم، دیدگاه خود را داشته باشیم و موقع خود را داشته باشیم. خلاصه این است که روی سه نکته باید جدی در این گونه حالات ها توجه کنیم. اینکه در کنار دولت و سرزمین خودمان باشیم، وطن خودمان باشیم. دوم، یعنی دانش قدرت است، دانش های معاصر را بیاموزیم و از آن در حمایت از دولت و کشور خود استفاده کنیم. و سوم، روی جنگ اطلاعاتی خیلی دقت داشته باشیم که این سه نکته واقعا جنبه آموزشی دارد، درس است اینا برای ما و باید از آنها ما عبرت ها، پیام ها و درس های ضروری رو گرفته باشیم. باقی در آخر بار دیگر برای مردم ایران سربلندی، پیروزی، صبر، مقاومت، ایستادگی در برابر این اهرمن عصر یعنی اسرائیل را خواهانیم. باقی برای تاجیکستانی عزیز صلح کامل، صلح پایدار و دوری از همه گونه آفات و بلا را تمنا داریم. هوشیار باشیم، آگاه باشیم، بیدار باشیم و دقیقه از خواندن و آموزش صرف نظر نکنیم که مغلوب میشویم. برای پیروزی همیشگی، برای قدرتمند شدن، برای سرجمی
اطلاع، آگاهی، دانش و خیلی ضرور است. در جایی که اندیشه، اطلاع، آگاهی و دانش بیچاره می شود، بدانید که این ملت قبل از آن که بالایش کسی حمله کند یا جنگ صورت بگیرد، خودش بیچاره می شود و به مردمی بیچاره تبدیل می شود. باقی سلامت و پیروز و کامگار و خانه آباد و تن صحت باشید. خدا یار و یاورتان.